بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز خود بخیر آغاز میکنیم از قسمت برنامه ویندوز 10. امروز اولین درس برنامه ویندوز 10 است که ما بالای ویندوز 10 بحث میکنیم. Introduction of Windows 10، معرفی ویندوز 10. خب حالا وقتی که ما شما میگیم که ویندوز what is ویندوز چی هست؟ بعضی ها ویندوز میگه، بعضی ها OS میگه. OS چی معنی میده؟ Operating System. ویندوز هم یک OS است، یعنی هر تکنولوژی یا هر بخش تکنولوژی از خود یک OS داره. چطور یعنی؟ کامپیوتر که هسته برای ما شما با ویندوز ضرورت داره. OS چی؟ OS ویندوز. موبایل های سامسونگ که هسته با OS چی ضرورت داره؟ اندروید ضرورت داره. و موبایل های آیفون که هسته با OS چی ضرورت داره؟ iOS ضرورت داره. یعنی هر چیز از خود چی داره؟ یک ویندوز داره. تلفن هم از خود یک OS داره، کامپیوتر هم از خود یک OS داره. که OS کامپیوتر چی است؟ OS کامپیوتر ویندوز است. ویندوز چی هست؟ تعریف ویندوز چی است؟ ویندوز به خاطر چی استفاده میشه و تعریف ویندوز چی است؟ Windows is used to give ability to the computer PC for working. ویندوز این توانایی را برای کامپیوتر میده. برای چی؟ برای کار کردن. اگر ویندوز نباشه من فعلا در کامپیوتر خود هیچ کار کرده نمیتونم. همه ویندوز است که در کامپیوتر اینستال است، من میتونم همه کارهای خود چی کنم؟ انجام بدم. Windows is the driver of computer. ویندوز راننده کامپیوتر است. فعلا اینمی ویندوز است که من هر کار انجام دادم میتونم مثلا این طرف میرم این طرف میرم رفرش میکنم یا به طور مثال سافت ویرم میارم. اینمی ویندوز است که کل کار من انجام میده. ویندوز چی است؟ راننده کامپیوتر است. Windows is an interface between computer hardware, user and computer software. ویندوز یک میانجی است. میان چیه؟ میان سخت افزار کامپیوتر، میان یوزر. یوزر کی است؟ یوزر خود ما هستیم. هر کسی که از کامپیوتر استفاده میکنه او رو به نام چی یاد میکنه؟ به نام یوزر یادش میکنه. و هاردویر چی است؟ تمام پرزجات کامپیوتر که قابلیت دید باشد و هم قابلیت لمس باشد او رو به نام چی یاد میکنه؟ به نام هاردویر یا سخت افزار یاد میکنه. و سافتویر چی است؟ پروگرام های کامپیوتر. پروگرام های کامپیوتر که تنها قابلیت دید باشد اما قابلیت لمس نباشد رو به نام چی یاد میکنه؟ به نام سافتویر. اینمی ویندوز است که هاردویر به سافتویر ارتباط داده و سافتویر به هاردویر ارتباط داده. و یوزر میتونه، یوزر کی است؟ ما یا مثلا شما از کامپیوتر میتونید چی کنید؟ استفاده بکنید. تعریف دیگه که ویندوز داره، ویندوز is the soul of the computer. ویندوز روح کامپیوتر است. مثل که ما شما هم روح داریم، درست است؟ وقتی که روح ما گرفته میشه یک جسم هستیم. هیچ یعنی بدر نمیخوریم دیگه، میمیریم. کامپیوتر همچنان اگر ویندوز نباشه یک چیز بیروح است. کامپیوتر هم تو ماندگی است. ویندوز acts like a key in a car. ویندوز عمل میکنه مانند چی؟ مانند یک کلید در موتر. اینمی ویندوز است که اکت میکنه یا یک عمل میکنه، یک کار، یک کلید انجام میده که در موتر. قسمی که موتر بدون کلید روشن نمیشه، کامپیوتر هم بدون ویندوز هیچ کار نمیکنه. این بود تعریف های ویندوز که ما با شما مورد مطالعه قرار دادیم. Language of computer، لسان کامپیوتر. زبان کامپیوتر چی است؟ زبان کامپیوتر باینری است. باینری چی نوع یک زبانی است؟ زبان 01 است. ذهنیت شما رو زیاد با باینری گیج نمیسازم، فقط هم قدر بفهمیم که زبان کامپیوتر چی است؟ 0 و 1 است. یعنی هر گپ، یعنی هر حرفتون که ببینید توسط 01 تشکیل میشه. اما زبان انسان چی هست؟ یوزر، همین شخص که هست. هیومن لنگویج. یوزر کی است؟ ما، شما. ما شما کدام زبان رو میفهمیم؟ زبان هیومن لنگویج رو میفهمیم. زبان چی رو میفهمیم؟ انسان رو میفهمیم. این بود تعریف ویندوز و همچنان زبان کامپیوتر چی است و زبان انسان چی هست. Types of Windows Mode. با چی شکل ها ویندوز کار میشه؟ یکی که هست شاگرد عزیز با شکل GUI میتونیم از ویندوز استفاده کنیم، یکی با شکل CLI میتونیم کار بکنیم. GUI چی نوع کار میشه؟ GUI مخفف از چی است؟ GUI یعنی Graphical User Interface. G یعنی Graphical، U یعنی User، I یعنی چی؟ Interface. Graphical User Interface.
گرافیکی چی را میگه؟ اینی گرافیکی شاگردای سعی کنین برای ما گفته که این علامه منفی پروگرام تا پایین میکنه. رایت کلیک در صفحه دسکتاپ رفرش کو. رایت کلیک در صفحه دسکتاپ بیا در نیو بیا بالا از کلیک کو فولدر یک فولدر برات میاد. این به نام گرافیکی یاد میکنه که از کامپیوترت میتونی به شکل چی استفاده کنی؟ به شکل گرافیکی استفاده کنی. که کدام ویندوز ها به شکل گرافیکی برای ما شما میاد؟ ویندوز ایکس پی، ویندوز ویستا، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 10. که اگر ما به شکل گرافیکی کار کنیم ماوس می داشته باشیم، آیکن ها، کیبورد، منیو و کماند. این که کیبورد و ماوس و آیکن منیو و کماند چی هسته؟ انشاءالله بالایش دانه دانه بس خواهد کردیم. دیگه که ما شما میتونیم از ویندوز استفاده کنیم به شکل سیل آی میتونیم. سیل آی مخفف چی هسته؟ کماند لاین اینترفیس. کماند لاین اینترفیس هسته. کماند لاین اینترفیس چی هسته؟ توسط کد یک کار انجام بدی، یعنی گرافیکی کار نکنی که توسط کرسر اینی ماوس هر طرف ببری اینی کار کو اونو کار کو، توسط کد یک کد نوشته کنی کار شوه. کدام پروگرام ها هسته؟ پروگرام های میتونه به طور مثال کماند پرامپت باشه، سیم دی باشه، داس مخفف از چی است؟ دسک، ویش یعنی اپراتینگ، اس یعنی چی؟ سیستم. دسک اپراتینگ سیستم میتونه ویندوز لینکس، یونیکس، ترمینال، اسکیول سرور، ویژوال استودیو، اسکیول پلاس، سی پلاس پلاس، اچ تی ام ال، سی اس اس، پی اچ پی، جاوا و جاوا اسکریپت. اینا چی هسته؟ به شکل سیل آی کار میشه، کد کار میشه. اینا به طور مثال چطور؟ ما میخوایم که توسط کد یک فولدر ایجاد کنم. گرافیکیش چقدر ساده است؟ رایت کلیک میکنی، در نیو میایی، فولدر کلیک میکنی، این یک فولدر ایجاد شد. اما توسط کد چطور کار انجام ده میتونه؟ وینکی پلاس آر. اینی علامه را شاگرد عزیز یادتون باشه به نام وینکی یاد میکنه. خب ویندوز کی ایره میگیری همراه آر که رن باز شود. در رن نوشته میکنی چی؟ سی ام دی و اوکی میگیم. در صورت که اوکی گفتی سعی بکنین یک صفحه سیاه باز شد. ما میخوایم در صفحه دسکتاپ یک فولدر بسازم. سعی که توسط کد علی کار میکنم، نوشته میکنم سی دی دسکتاپ انتر میکنم. به نام چی میسازی؟ سی دی چی معنی میده؟ کرییت دایرکتوری. در کجا؟ در دسکتاپ. به نام چی میسازی؟ ام دی. ام دی یعنی چی؟ میک دایرکتوری. به نام کی میسازم؟ ام دی فاصله یاما و انتر. سعی کن یک فولدر به نام یاما اومده جا. این توسط کد کار میشه. یعنی شما میتونین که یک کار که انجام میتین هم توسط جی آی میتونین استفاده کنین، هم توسط سیل آی هم میتونین استفاده کنین. ویندوز هیستوری، تاریخچه ویندوز. ما شما از در اوایل که ویندوز ها بوده که استفاده کردیم فعلا آخرین ورژنش ویندوز 10 است. اولین ویندوز ها که بود ویندوز 98 بود. بعد ویندوز 98 برای ما شما ویندوز چی آمد؟ ویندوز ایکس پی آمد. ویندوز ایکس پی در کدام سال معرفی شد؟ در سال 2003. یعنی در سال 2003 ویندوز ایکس پی با بازار عرضه شد. ویندوز 7 در کدام سال با بازار عرضه شد؟ در سال 2009. ویندوز 8 در کدام سال با بازار عرضه شد؟ در سال 2011. ویندوز 10 در کدام سال با بازار عرضه شد؟ در سال 2015. یعنی هر ویندوز از خود چی داره؟ سال داره که در کدام سال این برنامه با بازار چی شد؟ عرضه شد. ویندوز ادیشن. ویندوز ادیشن چی کار میکنه؟ ویندوز ادیشن یعنی ما شما قسمی که میگیم آیفون 4S، آیفون 5، 5S، 6S، 7S به همان در ال آخریش حالا فعلا چی هسته؟ 11 پرو مکس هسته که 12 دراز. حالا هر ویندوزی که ما اینستال میکنیم یا از خود ادیشن داره، کدامش خوبتر است، کدامش استفاده کنم. وقتی که شما ویندوز 7 اینستال میکنین برای شما میگه کدامش کار داری؟ آیا استارتر ادیشنش کار داری؟ هوم ادیشنش کار داری؟ هوم پریمیرش کار داری؟ پروفشنالش کار داری؟ التیمیتش کار داری؟ کدامش شما کار دارید؟ اما برای شما توصیه میکنم شاگرد عزیز وقتی که ویندوز 7 در کامپیوترهایتون اینستال میکنین شما همیشه ادیشن التیمیت انتخاب بکنین. چرا التیمیت انتخاب میکنم؟ چون مکملا خوبی ها در این نهفته است. کل خوبی ها را داره این ورژن. با این خاطر شما چی میکنین؟ التیمیت انتخاب بکنین.
و ویندوز 8 که بود یک ادیشن داشت که هم ادیشن چی 8.1 این بهترین ورژنش بود. ویندوز 10 که فعلا هست برای شما میاره پرو ادیشن میاره، هوم ادیشن میاره و انترپرایز ادیشن. در ویندوز 10 که هست شما چی رو انتخاب میکنین وقتی که اینستال میکنین؟ انترپرایز ادیشن انتخاب میکنین. یعنی وقتی که ویندوز اینستال میکنین ویندوز چی ادیشن. حالا که ما برای شما ویندوز اینستال کردم براتون نشان میدم که ادیشن در کجا نمایش داده میشه و چطور چی رو انتخاب بکنیم. بعدن ویندوز تایپس ما شما یک ویندوز فار کلاینت داریم، یک ویندوز فار سرور داریم. ویندوز فار کلاینت چی معنی میده؟ ویندوز برای ما. کلاینت یعنی چی؟ بعد در یک معنا بکنیم مشتری. و یک ویندوز چی از ویندوز فار سرور. سرور چی را میگه؟ که به طور مثال چندین کامپیوترها در یک سرور وصل شوه و همه کار کرده بتونه. اما ویندوز فار کلاینت چی معنی میده؟ یک کامپیوتر مربوط به تنها، یک کامپیوتر مربوط خود تنها، یک کامپیوتر مربوط خود تنها. اما اگر سرور باشه، سرور شکل یک ماشین است که کل کامپیوترها وصل است، همزمان میتونه که 40 نفر از یک کامپیوتر استفاده کنه. خب NT ویندوز NT چی معنی میده؟ نیو تکنولوژی. این هم یک نوع ویندوز است. وقتی که ویندوز برای کلاینت ویندوز XP به بازار عرضه شد، در همون سال ویندوز چی در بازار بس و ویندوز فار سرور با سرور کدام ویندوز به بازار عرضه شد؟ MCSE. ویندوز 7 که آمد به بازار عرضه شد سرور 2008 R2 که MCITP. ویندوز 8 که به بازار عرضه شد سرور 2012 R2 MCSE. دک آمد سرور 2016 MCSE به بازار عرضه شد. شما فعلا شاگردای ویندوز هستین، با سرور قدر معلومات ندارین که سرور چی هست و این MCSE چی است، MCITP چی است، MCSE چی است. فقط شما یک معلومات در موردی داشته باشین. وقتی که ویندوز XP به بازار آمد برای ما شما در پالیش سرور هم آمد. سرور چی است؟ اونم 2003 که چندین کامپیوتر میتونه که همزمان به سرور وصل شوه و استفاده بکنه. این هم تاریخچه که ما بالای چی بس کردیم؟ بالای ویندوز 10 بس کردیم که ویندوز چی هست و توسط ویندوز چی به درد میخوره و چی کارهایی ما میتونیم چی انجام بدیم. این بود درس امروز ما.